قسم به این شهر مقدس مکه، شهری که تو در آن ساکنی، و قسم به پدر و فرزندش ابراهیم خلیل و فرزندش اسماعیل ذبیح که ما انسان را در رنج آفریدیم و زندگی او پر از رنج هاست. آیا او گمان می کند که هیچ کس نمی تواند بر او دست یابد؟ می گوید مال زیادی را در کارهای خیر نابود کرده ام. آیا انسان گمان می کند هیچ کس او را ندیده است؟ آیا برای او دو چشم قرار ندادیم و یک زبان و دو لب و او را به راه خیر و شر هدایت کردیم، ولی او از آن گردنه مهم نگذشت. و تو چه می‌دانی آن گردنه چیست؟ آزاد کردن برده ای یا غذا دادن در روز گرسنگی، یتیمی از خویشاوندان یا مستمندی خاکنشین را. سپس از کسانی باشد که ایمان آورده و یکدیگر را به شکیبایی و رحمت توصیه می کنند. آنها اصحاب الیمینند که نامه اعمالشان را به دست راستشان می دهند. و کسانی که آیات ما را انکار کرده اند افرادی شومند که نامه اعمالشان به دست چپشان داده می شود. بر آنها آتشی است فرو بسته که راه فراری از آن نیست.